امروز دوباره میخوام راجع به 2 فیلم صحبت کنم. بساط غذا خوردم. 3، 2، 1 اسم اون فیلم دومیه رو یادم رفت. باب تروینو likes it. فیلم دوم باب. میخوام راجع به 2 فیلم صحبت کنم. ارتباط این 2 فیلم اینه که یکیش کمدیه ولی اصلاً توش نمیخندی و خیلی گریه میکنی. یکی دیگهش خیلی جدیه ولی آخرش اتفاقی میفته که ممکنه بخندی. فیلم اولش راجع به جنگ جهانی دومه، فیلم پلاتون، یک پایان شبه مضحک داره. البته دلیلی که مضحکه به خاطر اینه که شاید بی جلو همینجوری، شاید به خاطر اینکه مضحکه، به خاطر اینکه واقعیت رو وقتی میخونی مضحک میشه. شخصیت آخر فیلم برخلاف فیلم که ساخته شده راجع به یک ژنرال جنگیه و قراره که آخر فیلم به جایی که توی جنگ بمیره به خاطر یه اتفاق مضحک بمیره، ولی در واقعیت این اتفاق افتاده. ولی تو فیلم طرف نمیمیره و تو اون اتفاق مضحک جون سالم به در میبره. خیلی عجیبه و خیلی خنده‌دار. انتخاب کارگردان به نظر من خیلی خنده داره. اون فیلم دیگه فیلمیه که ژانرش کمدیه. فیلم دوم باب تروینو لایکس ایت. تو ژانرش نوشته کمدی ولی همش گریه ممکنه بکنی. میخندی یا گریه میکنی. من به نظرم این خاصیت زندگیه. فیلمایی که بر اساس واقعیت هم شاید اینو بیشتر نشون بدن که زندگی همونقدر که جندیه کمدیه و همونقدر که کمدیه ناراحت کننده و غم انگیزه. هر دوشو ببین، نظرتو بنویس. یه جوری و هم بی ربط و یه جوری خیلی با ربطن. فیلم دوم یه فیلم کمدی، تو ژانرش نوشته کمدی ولی فکر کنم همش باعث گریه بشه. خیلی خنده و گریه تو این 2 فیلم به هم نزدیکن. فیلم دوم فیلم باب تروینو لایکس. این فیلم خیلی فیلم خنده داریه ولی فکر کنم گریه آدمو بیشتر در بیاره. جفت فیلم ها داستانهای واقعی دارن و شاید زندگی واقعی خنده و گریهش بیشتر از فیلم باشه به نظر من. رفت جاده. سلام ببخشید حوض میخوام. Thankerson Supper Standard Dan. Our defense 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 فیلم توی ژانرش نوشته بود کمدی. آره. به نظر من اصلا کمدی نبود. من از همون صحنه اول که دختر و پدر با هم دیگه دیت کردن
متوجه شدم که دختر و پدره با هم دیت کردن. منظور یعنی دایت. آره. منظور اینه که با هم دیگه رفتن تو رستوران نشستن. از همون صحنه اول قصه خوردم. به نظرم اصلا کمدی، یعنی اصلا کلا واژه کمدی کنار فیلم نمی نشست. یه جایش هم وسطش گریه کردم. آخه آره. همون جایی که دیگه مرده به تلفناش جواب نداد. آره من اونجا گریم گرفت به خاطر اینکه انگار که اینجا دیگه انگار واقعا پدرش رو از دست داد. یه جای دیگه ایش هم که به نظرم خیلی خیلی غم انگیز بود، اونجایی بود که امید داشت هنوز بعد از این همه سال که مثلا باباش یه تغییر توی رفتارش نشون داده باشه. و من یه استرسی که داشتم این بود که نکنه که بابا رو همچنان هی بخواد باور کنه و دست از امید داشتن برداره. و دیدم که خب خوبه این تیکه از فیلم در اومد، نمیخواد اعصابمو خورد کنه، نمیخواد مثل شیملس بشه. نمیخواد هی فرصت بده به بابای تا آخر عمرش امید داشته باشه اون بابای مزخرفشون تغییر کنه. و این اتفاق افتاد. این نقطه عطف فیلم بود برای من. دختره با تراپیستش حرف زد و ریاکشن تراپیست پارم کرد از خنده. یعنی واقعا آخه چون واقعا یکی رو شنیده بودم همچین اتفاقی براش افتاده بود که تراپیست یه واکنش خیلی غیر حرفه‌ای نشون بده وسط کار. آره راست میگی، این تیکش یکم خنده دار بود. راست میگی، تنها جایش که میشه گفت منم خندم گرفت این بود که چقدر این آدم بدبخته که این تراپیست ریاکشن اولش اینه که بزن جیب